سلام بیننده های عزیز، امروز میخوایم یک کاپکیک خیلی خوشمزه درست کنیم. تا آخر ویدیو باز ما همراه باشین. همون رقم که میبینید این کاپکیک یک بافت بسیار نرم و لطیفی داره و شما میتونید در مهمانی ها در خانه تان این کاپکیک خوشمزه را درست کنین. نگاه کنین چی یک بافت خوبی داره. خب آماده هستین که بریم این کاپکیک خوشمزه را درست کنیم؟ پس بریم شروع کنیم. در قدم اول ما نیاز داریم به 3 عدد تخم مرغ، 1 لیوان شکر یا پودر قند، شما هر جور دوست دارین، نیم قاشق غذاخوری و پودر وانیل، یا میتونین از یک بسته از این پودرهای وانیلی استفاده کنین که برابر میشه با نیم قاشق غذاخوری و اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم تا کریمی رنگ بشه. دوستان عزیز، در این حالت که به حالت کریمی در آمد یعنی آماده و همچنین ما 2 لیوان آرد علق میکنیم. این زمان که شما آرد را علق میکنین باعث میشه که کیکشون بافت نرمی داشته باشه و همچنین پوف خیلی خوبی کنه. شما میتونین 2 بار یا 3 بار آرد جداگانه علق کنین که این کار باعث میشه که بافت کیکتان سبکتر بیه. من 2 لیوان آرد علق میکنم. نیم لیوان آرد جواری رو اضافه میکنم. آرد جواری باعث میشه که امی آرد از ما به آرد قنادی تبدیل شه و مناسب کیک باشه. شما میتونین اضافه کنین، میتونین اضافه هم نکنین. این باعث میشه که آرد ما آرد قنادی شه، یعنی برای کیک مناسب باشه. و همچنین 1 قاشق غذاخوری یا یک بسته از پودر پیکینگ پودر اضافه میکنیم که برابر میشه با 1 قاشق غذاخوری. این رو اضافه میکنیم و 3/4 لیوان روغن استفاده میکنیم دوستای عزیز و 1 لیوان شیر اضافه میکنیم دوستای عزیز. شما میتونین 1 لیوان شیر یا 1 لیوان ماست اضافه کنین. ماست میتونه بهترتر هم باشه به خاطر که بافت کیک شما خیلی پوف میکنه و بهترتر هم میاد، فرق نداره. خب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم دوستای عزیز تا مواد خوب با هم مخلوط شه و گلوله نمانه. مواد ما که در این حالت رسید یعنی مواد کیک ما آماده است دوستای عزیز. خب ما میگیریم مواد کیک به 2 دسته تقسیم میکنیم. داخل یک کاسه یک قسمت مواد میریزیم و داخل کاسه دیگه یک قسمت دیگه از مواد کیک رو اضافه میکنیم. خب دوستای عزیز، پودر کاکائو در یکی از این کاسه اضافه میکنیم. شما میتونید به مقدار لازم یا هر چقدر دوست دارین پودر کاکائو اضافه کنین. من اینقدر که دوست داشتم اضافه کردم. اینا رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم تا گلوله پودر کاکائوی باقی نمانه. خب من اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم تا کاملا مواد با کیک یک جای شه. خب ظرفایی که من در نظر گرفتم این رقم است دوستای عزیز. یک مقدار الان مواد کیک سفید میگیرم روش میندازم. شما میتونید که اول کاکائویی بندازین بعد سفید بندازید. من این رقم تنظیم کردم دیگه. بعد یک مقدار مواد کیک کاکائویی رو اضافه میکنیم و همونطور به ترتیب تا مواد کیک ما خلاص شه روی همدیگه اضافه میکنیم. این دفعه مواد کیک سفید اضافه میکنیم و دوباره کاکائویی. خب به خاطر از اینکه بخوایم یک تزیین قشنگ بهش بدیم،
حالت گل مانند از این چوب استفاده کردم. شما میتونین هر طرح دوست دارین خودشون انجام بدید. من این طرح انجام دادم، طرح گل ماننده در این صورت انجام میدم و این را برای همه کیک ها همین رقم استفاده میکنم. دوستای عزیز، این از طرح کیک از ما آماده از این است که داخل فر یا داش بره. سعی کنین چه قشنگ شدم. کیک را داخل داش گذاشتیم در درجه حرارت 170 یا 180 به مدت 30 الی 35. دوستای عزیز، این کیک از ما پخته شده، در این صورت قرار گرفته. سعی کنین چه یک کیک قشنگ و خوب پخته شده. از قیافش معلومه که خیلی مغز پخت و خوب پخته شده. دوستای عزیز، به خاطر از اینکه بفهمیم مغز کیک ما هم خوب پخته شده یا نه، از چوب استفاده می‌کنم چک می‌کنم. سعی کنین هیچ مواد بالای چوب نمیچسبه، یعنی که کیک از ما خوب مغز پخت شده. خب ما کیک آماده کردم و گذاشتم برای 1 ساعت یخ شد. بعد از 1 ساعت اینا را چیکار میکنم؟ برای شما نشان میدم که مغز کیک چقدر پخته شده. مغز کیک در این صورت پخته شده. دوستای عزیز، سعی کنین چه یک بافت پنبه‌ای و نرم و خوشمزه‌ای داره. در این صورت سعی کنین قشنگ مغز پخت شده. تشکر که تا آخر ویدیو باز ما بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو را برای دوستا آشنا بفرستین. کانال از ما را سابسکرایب و حمایت کنین. تشکر.